پیش از آن که میخواهی گناه را انجام دهی، این سخن الله رب العالمین را به یاد داشته باش. خداوند در سوره علق میفرماید الم یعلم بان الله یری. آیا انسان نمیداند که خداوند همه اعمالش را میبیند؟ یعنی خداوند همه اعمال نیک و بد انسان را میبیند و جزا و پاداش آن را هم میدهد. پس چگونه اقدام به کار گناه میکنی در حالی که میدانی که خداوند تو را دیده ایستاده است؟ از الله شرم نمیداری؟ واقعا انسانی که خود را در محضر الله رب العالمین میبیند و حس میکند که الله متعال در همه حال حاضر و ناظر بوده او را میبیند، نه تنها مرتکب گناه نمیشود بلکه قطعا فکر گناه را هم به ذهن خود راه نمیدهد. برادر و خواهر که در تاریکی و پنهانی گناه میکنی، فراموش نکن که خداوند تو را نظارت میکند و میبیند. از الله شرم دار، نه از مردم. واقعا هر کسی را که خداوند شرم و حیا عطا فرماید، بهترین نعمت را برایش عطا فرموده است. به همین خاطر از الله رب العالمین طلب کنیم، گریه کرده دعا کنیم که به ما شرم و حیا عطا فرماید و از بیشرمی و بیحیایی دور بسازد، چون که همین شرم و حیاست که انسان را از کار گناه باز می دارد. نتیجه بیحیایی را که خود دیده ایستاده اید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.